السلام علیکم بینندگان عزیز، برنامه نوبتی شکرستان را آغاز میکنیم. برنامه شکرستان در مورد شعر والای شیخ کمال خوجندی. این برنامه بخشیده می شود به 70 سالگی این شاعر شهیر تاجیک. و دوستان عزیز، ما در برنامه شکرستان هر دفعه یک غزل را توضیح میدیم. یک غزل نوبی این شاعر خوجندی را توضیح میدهیم به اون خاطر که اونهایی که به اشعار کمال خوجندی اشتیاق دارند، ذوق دارند، میخواهند معنی های بلند آن را فهمند، ما میخوایم یک روزنه باز کنیم. و هر دفعه در برنامه شکرستان یک نفر دانشمند، یک نفر داننده اسرار و اشعار کمال خوجندی را دعوت میکنیم. و این دفعه به استودیوی ما ادبیات شناسی معروف و شاعر توانای تاجیک نورعلی نورزاد دعوت شدند. من شما رو به برنامه خیر مقدم میگم. خب ما همراه نورعلی نورزاد برادر ارجمندی ما یک غزل را انتخاب کردیم و این لحظه من میخواستم که این غزل را ما همراه با شما تماشابینان عزیز گوش کنیم و بعد آن به شرح این غزل بپردازیم. باز گل دامن به دستی عاشقانی خود نهاد، غنچه لب بگشود و بلبل را به باغ آواز داد. ابر درهای عدن پیش گل و سوسن کشید، باد درهای چمن بر روی گلبویان گشاد. سرو ما بر کرد ناگه سر ز صحن بوستان، پیش او هر جا درختی بود برپا ایستاد. گل حکایت کرد و سرو از نازکی و لطف و یار، آب گریان آمد و در پای این و آن فتاد. در بهشت و باغ خوش باشد می چون سلسبیل، خاصه از دستی بتانی گلرخی حوری نژاد. هر بهاری را که هست ای دل خزانی در پی است، خوش برا روز دو چون گل با رخی خندان و شاد. بر ورق دارد گلی رنگین بخوان این خط کمال، شاد زی چون عمر باد است ای برادر عمر باد. خوب دوستان عزیز، اونهایی که با ما هستید، ما رو میشنوید، آگاه شدید که امروز غزل زیبایی، یک غزل زیبای کمال خوجندی توضیح خواهد یافت. این غزل واقعا از غزل‌های دلانگیز و دلنشین کمال خوجندی است و ما میدانیم که همین متن در از جانب آهنگسازان ما، از جانب مطربان، از جانب سرایندگان ما بارها سروده شده است و من میخواهم از استاد نورعلی نورزاد خواهش کنم که بیت به بیت ما این غزل را توضیح دیم و من این لحظه میخواهم بخوانم. باز گل دامن به دستی عاشقان خود نهاد، باز گل دامن به دستی عاشقان خود نهاد، غنچه لب بگشود و بلبل را به باغ آواز داد. تشکر. واقعا وقتی با این بیت از روزنه هم هنر شاعری و هم از دیدگاه شناختی منزلت شعر وارد میشیم و از نگاه موضوع و از نگاه شناخت شیوه های واژه سازی شیخ کمال خوجندی، اینجا در نظر اول باید یک نکته را اظهار داشت که با اون که شیخ کمال خوجندی سالهای طولانی در تبریز اقامت کرد، اما همیشه همین شیوه خاصی تاجیکانه سخن گفتن را در خود حفظ کرد، در شعرش نگاه داشت. و اینجا وقتی که مثلا ما با همین تعبیر نخستین همین بیت که مثلا دامن و دست عاشقان خود دادن توجه میکنیم، همین واژه دامن دادن، دامن به دست دادن که مثلا بیشتر تعبیری رایج در فرهنگ تاجیکی ما هست و جالب است که اینجا وقتی سخن از با واژه باز، یعنی بار دیگر
میرود معلوم است که یعنی این مطلب این گونه شیوه های بیان در شعر شیخ کمال خوجندی خیلی زیاد است. چون ما اگر بهوده اشعار کمال خوجندی را مثلا چمنستانی معنی چمنستانی لطف هم تفسیر نکردن و از اینجا معلوم میشود که یعنی ما بار دیگر من سخن میکنم از اون که سخن از عشق است، از محبت است، از اراده است. یعنی باز گل دامن خود را دامن عاشقان خود داد. یعنی گل منظور معشوق است و عاشقان که مثلا هم اگر از نگاه عشق واقعی زمینی هم گیریم و از نگاه عشق عرفانی هم اینجا این مطلب خیلی روشن است. چون از این قبیل غزل هایی که در شعر شیخ کمال خوجندی ما خیلی فراوان مشاهده میگیریم معلوم است که عنصرهای زیبایی شناسی طبیعت و زندگی جاری انسان برای آفریدن معنی ها خیلی خدمت کردند. و در مصرع دوم وقتی ما لب گشادن غنچه تعبیر لب گشادن غنچه رجوع میکنیم معلوم است که این منظور شکفتن گل است و وقتی گل میشکفد بلبل را به باغ آواز داد. ببینید همین عباره آواز دادن هم که یک بسیار تعبیر ناب تاجیکانه است که در بین مردم میگن یعنی آواز داد به معنی صدا برآوردن. وقتی البته اینجا همون منظره زیبای حضوری همین منور و روحانی عشق در عناصر طبیعت مجسم میکنند که اونها به عنوان ابزارهای شعری بعداً احساسات انسان را افاده میکنند. این منظور خلاصه این بیت این است که شیخ کمال خوجندی میگوید که وقتی گل دامن عشق خود را برای عاشقان باز کرد و حقیقت این امر از اون جلوه میگیرد که وقتی وی میشکفد چهره خود را باز میکند بلبلان با آواز میکنند چون بلبل همیشه عاشق گل است. بله. خب پیش از آن که به توضیح بیت دوم بگذاریم من میخواستم چون شما واقعا در مورد یک مطلب مهم در مورد یک خصوصیتی خاصی شعر کمال خوجندی اینجا اندیشه خود بیان کرده در مورد تاجیکانه بودن شعر کمال خوجندی. به هر حال چند جمله مختصر من میخوام همینه برای بینندگان عزیز ما توضیح دهم. من شخصا به همین اندیشه شما راضی هستم و مطمئن هستم که اونهایی که با کمال آشنا هستند دیوان کمال خواندن به این اندیشه شما به این به حرف شما راضی هستند. من میخواستم همین شما توضیح داده باشید. واقعا شیخ کمال در یک مورد میگویند که رومی به زمین روم زد نقد از خاک خوجند سر برآورد. یعنی من از نگاه دیگر اگر همین بیت ما از شیوه دیگر توضیح دیم ما وقتی به شعر مولانای رومی هم رجوع میکنیم اونقدر تعبیرها و ترکیب‌های شاعرانه که امروز در فرهنگ تاجیکی رایج هستند نفوذ دارند و البته در این مورد علاقه فرهنگ هم مرتب شده است. و اگر از همین روزنه هم ما به شعر شیخ کمال خوجندی وارد شویم و با شناخت شعر خواجه کمال واقعا اینقدر تعبیرهای خیلی جذاب و جالبی تاجیکانه در اشعار شیخ کمال هستند. مثلا همین غزل معروفی دل مقیم کوی جانان است و تن اینجا غریب چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب. اگر مثلا فقط همین بیت معروف نگاه از همین روزنه نگاه کنیم همیشه معلوم میشود که مثلا همین عباره در مصرع دوم عباره تنی تنها بیشتر در گفتار مردمی ما به معنی یعنی به تنهایی خودی خود معروف است و تکی تنها بودن. نزاکت سخن شیخ کمال خوجندی هم در همین است که در مصرع اول واژه تن است و در مصرع دوم تنی تنها که یک لطافت شعر کمال خوجندی و تاجیکیتی همین شعر هم مثلا اینجا رفشن است. و در مورد دیگر مثلا جایی میگه که دشوار کشن نقش دو ابروی تو نقاش آسان نتوانن کشیدن دو کمان را. ببینید همین کلمه کشیدن خودش به تنهایی در همین جمع به دو معنی است. یعنی یکم کشیدن کمان و دوم کشیدن تصویر کردن خود کمان. مثل این حتی مثلا ضرب المثل های زیادی هستند که امروز در فرهنگ مردمی ما رایج هم مثل همون انگور خور باغش نپرس. یا مثلا یک بیت دیگر دارم میگه که چشم تو افتاده بر دلهای ما همچون مست بر دکان شیشه‌گر. همین عباره چشم افتادن مثلا در اکثر فرهنگ هایی که مثلا معروف هستند این بیشتر در چون طبیعت تاجیکان در یعنی به معنی توجه کردن و چشم افتادن دیدن معروف است و در اکثر فرهنگ ها به خاطر اینکه مثلا من گمان میکنم که در گویش و گفتاری مثلا ما نیاز به شرح ندارن لیکن میبینید که به خاطر اینکه در فرهنگ ملی ما فرهنگ تاجیکی ما این قبیل تعبیرها معروف هستند زیاد هستند
و نیاز به شعر هم دارن، اما اونهایی که از این طبیعت تاجیکانه شعر شیخ کمال بیرون هستن یا مثلا فهم کردن نمیتونن، نیاز به مثلا همه گونه توضیحات دارن. و در فرهنگ اشعار کمال خوجندی استاد عبدالجبار سروش هم از این قبیل مثلا عبارات و تعبیرهای خیلی زیاد هستن، مثل حتی مثلا تعبیری در یک بیت تعبیری خیلی دور استفاده شده است که مثلا در فرهنگ ما زیاد است. و مثل این مثلا صدها عبارات ما میتونیم از دیوان شیخ کمال خوجندی بیرون براریم که یعنی ذهنیت تاجیکانه اشعار او را ایشان را برای ما جلوگر می‌سازند. خب با استفاده از حضور شما نورالی جان و استفاده از دانش شما، هرچند هدف ما امروز شرح و توضیح، من میخوام به یک نکته هم توجهی تماشاگران نکشم، هم اندیشی شما پرسان شوم. خب ما گفتیم که واقعا هم قریب در همه غزل‌های کمال خوجندی ما احساس میکنیم که لحن تاجیکی، لهجه تاجیکی، حتی از بس که او از خوجند بود، گاهی ما گفتارهای خاصی خلقی خوجندی احساس میکنیم. پس آیا میتوانیم به همین خیلی خلاصه بیاییم که کمال خوجندی پیش از سفر از خوجند به مکه، به خانه خدا یا به تبریز جایگزین شدنش، آیا او علاقه همچون یک سخنور، همچون یک شاعر پخته رسیده بود یا یک سال یا با گذشت زمان همینطور خودش آماده کرد که جهت افتخاری اون ملی و افتخاری ماورا و نهری بودنشه برای اون که همیشه حفظ کند، همین زبان برای خودش حفظ کرد. همین شما چقدر توضیح میدید؟ در حقیقت درست فرمودید و این تجربه را بازم برمیگردیم و این شیوه زندگی در قبل از شیخ کمال خوجندی در زندگانی حضرت مولانا مجسم است که من مشاورت کردم، چون مولانا هم که در بلخ به دنیا آمدن و در اصلا و بزرگ شدن در خونیه، اما همیشه ما در شعر حضرت مولانا احساس میکنیم که در برابر اینکه واقعا یک همون افتخار ملی خودشون توسط هم کاربردی خودی واژه تاجیک مثلا ترک و تاجیک و عربگر عاشقان مثل این تعبیرها که زیاده است ثابت کردن، اما در و البته این به حکمت نیست که باز هم اشاره به همون بیت میاد که با کمال افتخار اگر ما با زندگی مولانا و شیخ کمال خوجندی رجوع کنیم یک پیوندی بسیار محکم است و خودی شیخ کمال خوجندی بارها اونچنان که اشاره کردیم و این تاکید دارن. و اگر از همین نگاه به این مسئله وارد شویم، واقعا من گمان میکنم که شیخ کمال خوجندی هنوز در زمانی که در خوجند زندگی میکرد پیش از من همچون شخصیتی شاعر معرفی شده بود. به خاطر اینکه مثلا از سفرهای شیخ کمال ارسال نامه به خوارزم و تاکیدها به بخارا و سمرقند، مثلا مخصوصا نه سمرقندی نه ظاهر چیست، خنوکی ها و پارسایی ها، حتی همینجا واژه خنک هم که بسیار به معنی تاجیکانه خودم است، مثلا تعبیر معروف ملایم خنک است در خودم و اینجا مثلا خیلی به همین شیوه استفاده شده. مثلا همون در نامه که به معجزه سمرقندی اشاره میکنن که و به نظم و نثر گرفتیم که سعدی وقتیم، یعنی من چیم از خوجند تو از سمرقندی. این نکته ها البته بازگوی اون است که هم پیش از همه شیخ کمال خوجندی یک شاعری شناخته بود و در حوزه ماوراءالنهر هم با شاعران این حوزه مثلا دلیل رفشنش که در خود دیوان مولدی معجزه سمرقندی ارتباط داشت. اما وقتی تا در قسمت زیادی مثلا زندگی شیخ کمال که در تبریز رفت، همون غرور و افتخار تاجیکی امکان داشت که همیشه حفظ کنه. یعنی با همون شیوه سخن کردن شیخ کمال خوجندی این بازجوی آن است که و اصالت زبانی مادری خودش، زبانی مثلا تاجیکی ما زبانی همون گویش ماوراءالنهری خودش حفظ کرد. چون به حکمت است البته ما میدونیم که همیشه بزرگان ما به شعر استاد رودکی، به شعر حکیم فردوسی همچون نماد یا پیکره زبانی ملی فارسی کهن بها دادن و شیخ کمال خوجندی از این لفظ هم کوشش کرد که همین نزاکت زبان حفظ کنه. به خاطر چی؟ به خاطر که در ایران غربی علاقه ما شاهدان هستیم که بعد از مثلا حتی در زمان سامانیان و بعد از سامانیان نفوذ زبان عربی خیلی زیاد بود و این باعث میشد که خیلی از نزاکت‌های زبان فارسی ما از میان رفت و خوشبختانه حتی می‌بینید وقتی ما به شعر حافظ و سعدی هم نگاه می‌کنیم، همین تأثیر همین گونه برخورد با زبان فارسی احساس می‌شود.
یعنی میتوان همین خیلی خلاصه کرد که کمال خوجندی فضای مادی خودش تغییر داده باشد هم فضای معنوی خودش حفظ کرد. بله و این که مثلا همون نکته ای که گر به صد قرن بجویند نیابند کمال بلبل چون تو شمرهای خوشند یا که باور نمیکنند اگر گویند خوجندی هم واقعا شاید از نقطه نظر دیگر به همین مثلا مربوط است چون طرز گفتاری شاید کمال خوجندی مثلا دیگرگون است و همون اصالت یعنی پیوند به حفظ اصالت همین زبان ملی دارد. خب میگذاریم به بیت دوم. ابر درهای عدن پیش گلو سوسن کشید با درهای چمن بر روی گلبویان گشاد. و از اگر از همین نگاه پیش از ما میخوام یک نکته تاکید کنم که اگر ما به همین ساختار شناسی غزل شیخ کمال خوجندی رجوع کنیم غزل ها بسیار یک بافت های به هم یعنی بیت ها با یک بافت بسیار محکم دارند با هم بسیار ارتباط دارند هرچند که یکی از ویژگی های خاصی غزل کلاسیکی ما در زمان در این عصر کمال خوجندی استقلالی مثلا بیت هست لیکن اینجا از نگاه منطق و معنی یک پیوند بسیار عجیب است. ببینید مثلا در بیت اول سخن درباره مثلا شکفتن گل و مثلا حضور منور عشق اگر میرود در اینجا مطلب ادامه همون سخن است یعنی ابر درهای عدن پیش گل سوسن گشاد یعنی اون گلش وقتی که میشکفد بعد یعنی منظره باریدن باران یعنی درهای عدن کنایه از هم باران است که در و حضور منور مثلا شکوفایی گل سوسن هم از حضور باران است و اینجا درهای عدن در مورد تعبیر درهای عدن هم می‌دونیم که یعنی یک نوع لعلی بسیار گوهرباری که مثلا معروف است با دور عدن که از مکان و ایجادی و شهر عدن است لیکن اینجا بازم ببینید شیخ کمال با همون لطفی سخنی خودش با همون شیوه نزاکتی سخن آفرینی مثلا اشک مثلا یا مثلا ابر قطرهای باران با دور عدن مانع میکنه که البته سابقهش در ادبیات ما هست لیکن با این شیوهی که شیخ کمال بیان کرده موجود نیست و دوام این میبینه که با درهای چمن بر روی گلبویان گشاد خیلی درست تاکید کرده در مورد واژه گلبویان که مثلا خیلی یعنی بیان توجیه کنه است و باز کردن مثلا درهای چمن بر روی گلبویان همین گلبویان هم مثلا کنار از عاشقان است و چمن وقتی که همون وقت در خودش بر روی گلبویان باز میکنه که گلها شکفته باشند یعنی منظور است یعنی نکن ببینید برای چی باز در میکشد یعنی عجیب که مثلا در باز میشن برای اینکه اینجا تناسب بسیار منطقی قوی است به خاطر که شکفتن گل محض بر اثر مثلا وزیده باز ایجاد میشود و ببینید یک پیوندی از مصر اول که مثلا در اونجا غنچه لب شد غنچه کلا وقت لحظه میشه وقتی که باد میوزد و گلها مثلا میشکفند و میبینید که همه گلبویان عاشقان به سوی معشوق یعنی معشوق خود گل میروند و اینجا یک تفسیری این واقعات زندگی با زندگانی معنوی خود انسان پیوند است یعنی منظور از این گلبویان هم عاشقان هستند و برای چی اینجا ارتباطی مثلا روحانی هم ایجاد میشه به خاطر اینکه وقتی که انسان هم عاشق هست عشق صمیمی و مثلا صاف و مبرا دارد همه این زیبایی بعد میتونه مشاهده کند یعنی با همون چشم زیبابینی محبت خودش شکفتن گل میبیند باریدن باران از اون باریدن باران لذت میبرد. سلامت باشید. خوب میگذاریم به بیت دیگر. سرو ما برکرد ناگه سر ز صحن بوستان سرو ما برکرد ناگه سر ز صحن بوستان پیش او هر جا درختی بود برپا ایستاد. اینجا علاقه ما احساس میکنیم که یعنی همون قدر زیبایی و نزاکت طبیعت شیخ کمال تصویر میکند و به هدف خودش میرسد یعنی شکفتن گل این قدر زیبایی ها رو تصویر میکند اما میگه همه مجموعه این زیبایی ها در پیش جلوه سرو ما که یعنی معشوق کنایه از معشوق ماست هیچ است. برای چی در مثال دو میگه که پیش او هر جا درختی بود برپا ایستاد یعنی این باره برپا ایستادن هم که بسیار جالب است مثلا تاجیکان است ما میگم که ما در خدمت آماده من برپا ایستادن حتی در بین مردم میگن که همین آدمایی که خدمت میکنن در مراسم ها میگن مردم سر پایی کسی هایی که مثلا خدمت میکنن یعنی در پا ایستادن چیزا هست یک پای خدمت ما در پای خدمت کنن. ببینید که الان اینجا میگه که بعد همون قدر شکفتن گل ها و باریدن باران و در و یعنی این قدر نزاکت زیبایی وقتی که سر ما معشوق ما یعنی سر برخاست یعنی خودش نمایان کرد جلوگر شد یعنی تمام درختان تمام این زیبایی در پیش اون چیکار یعنی با پای ایستاد و خدمت ایستاد یعنی عجز خودشون در پیش اون زیبایی احساس کنند. تا اینجا و بعد این هم اساسا اینجا یک تصویری
بهار است. نمیخواد اگر کوتاه کرده گیم تصویری هست که شکوفتن و باریدن و هر چی که مثلا انسان عادی میبیند کمال خوجندی اون به سحری قلمش به چشم عاشقانه و سحری قلمش قدر زیبا ifade کرده. واقعا صد که از اصالت یکی از طریقه های مهم هنری شاعری هم همین است که به همین زیبایی را دیده توانند. یعنی فقط چشم شاعر دیده میتواند. یعنی درست گفتید که اینجا چشم انسان مقرری نمیتواند و انسان های مقرری میتونن این زیبایی را در آینه‌زاری شعر شاعران تماشا کنند و لذت برند. اکنون ببینید این طرف اکنون علاقه گل و سبزن و دیگر همه چیز مانند انسان عمل میکنند. این طرف هم ببینید میگن که گل حکایت کرد و سر از نازکی و لطف یار. گل حکایت کرد و سر از نازکی و لطف یار آب گریان آمد و در پای این و آن فتاد. ببینید چه خیلی اینجا یک پیوند هست که یعنی برای چه همین مجموعه یعنی وقتی که سخن از حکایت گل یعنی گل از حکایت مثلا عشق خودش مثلا حکایت میکند و صرف از نزاکت، چون که مثلا یکی از صفات‌های مثلا معشوق هم که نازکی هست و اون بس هر مانند یک سبب‌های مثلا وجهی مانندی معشوق بس هر این همون نزاکت قامت نازک است و اینجا بعد از آنکه سر معشوق مثلا شاعر ما به جلوه می آید، معشوقی که البته این معشوقی مثلا هم جنبه‌های زمینی و جنبه‌های عرفانی دارد به خاطر اینکه مثلا ولی ما بعدتر می‌بینیم، لیکن می‌بینیم که بعد از اون که همین سر به جلوه آمد علاقه گل اون با حکایت زیبایی همین سر شروع کرد و خودی سروی که درخت است و از نازکی و لطف گفت، یعنی من با اون قدر نازکی که دارم در پیش اون نزاکتی سروی معشوقی مثلا شاعر هیجان و آب گیرن، یعنی هم جاری شدن آب شاعر ببین چه زیبا می‌بینن، یعنی این جاری شدن مقرر نیست، آب از عجز خودش جاری شده به پای هم افتاد که یعنی از اون قدر مثلا تاثیر و اثر محبت و مثلا اون زیبایی و نزاکت حتی آب به پا افتاد. همین عباره ببینید با یک عباره زیبایی تر به پای این و اون افتادن. یعنی اصلا گاه مثلا در زندگی هم میشود که یک نفر گریه میکند به خاطر مثلا التجا نمیدونم به خاطر درد یا مثلا در ماتم خانه خیر اینجا البته یک چیزی هست که به پای یکدیگر افتادن از گریه، ولی ببینید همین آب زیر پا می افتاند ببینید چه خیلی زیبا است. صفت آب نزاکت است، یعنی نازکی است، مثلا صفا است با همون قدر نزاکتش یعنی در پای می افتاد، یعنی حرکتی آب در نظر دارد که با همون حالت روانی و عاشق پیوند میبخشند. خوب در ادامه شاعر میگوید در بهشت و باغ خوش باشد می چون سلسبیل خاصه از دستی بوتان گلرخی حوری نژاد. در بهشت و باغ خوش باشد می چون سلسبیل خاصه از دستی بوتان گلرخی حوری نژاد. بله اونجا البته معلوم است که همیشه وقتی سخن درباره بهشت و باغ میاد و اینجا البته می چون سلسبیل اشاره و همون مایی که در باغ‌های بهشت هست می‌کند و همیشه وقتی سخن در این ابزارها یا ifade کننده مفاهیم دینی در شعر هست، اینجا یک نوع ارزش‌های معنوی انسان معین میشه. یعنی ما می‌دونیم که در ادبیات گذشته ما یعنی قبل از شیخ کمال هم حافظ یک جا میگه که حافظ مرید جام می است ای صبا برو از بنده بندگی برسان شیخ جام را. این داستان معروف شیخ جام است که از همونجا یعنی اینکه معروف است که مثلا وقتی همون چیزها خمهای شراب رو میبرد مثلا اون مرکب ها حرکت نکردن و از ندا اومد که یعنی اگر ما نخواهیم حرکت نمیکنن و وقتی اون شراب ها رو بردن به مردم دادن اون قدر در ذهن و تاثیر معنوی کرد که چقدر مثلا خوشحال روح یعنی شادی و نشاط معنوی احساس کردن. و اینجا هم سخن شیخ کمال هم همین است، یعنی پیش از همه وقتی سخن از زیبایی های ظاهری انسان می رود در شعر گذشته ما مخصوصا در شعر شیخ کمال که یکی از عارفان نامور است منظور تجلی جمالی است، یعنی هر زیبایی که تصویر می شود اون محصول زیبایی آفریدگار است، یعنی محصول قلم سنی خداوند است. برای میگه که در بهشت با خوش باشن میتونه در هر جایی که باشه، حتی در بهشت هم می نوشیدن چون سلسبیل نوشیدن می معنوی خوش است اگر به شرطی که از دستی بوتان گلرخ حوری نژاد باشه. یعنی چرا؟ یعنی بوت حور این گلرخ اینها تعبیرهای هستند که ifade کننده یعنی زیبایی ها مجموع زیبایی ها هستند. و البته پیش از شیخ کمال هم یک بیت معروفی خواجه حافظ هم هست ما می‌دونیم که مثلا گل بیرخ یار خوش نباشد بی باده بهار خوش نباشد. یعنی اینجا منظور شرحی
شاد گذراندن عمر است. یعنی یکی از ویژگی‌های همین گونه غزل‌هایی که با تصویر طبیعت با منظره‌ها یا با پیوند آنها با دنیای معنوی انسان است، این تبلیغی شاد گذراندن عمر است که به قدر اون است که بعدا ما در ادامه این غزل با این مطلب روشن‌تر می‌بینیم. بله خوب بیتی من بعده من اینجا پیش از اون قرائت کنم. از بیتی من بعده به خاطر من همون بیتی استاد رودکی رسید که شاد زیبا سیاه چشمان شاد که این جهان نیست جز فسانه و باد. ببینید همین معنی اینجا میگوید هر بهاری را که هست ای دل خزانه در پی است. هر بهاری را که هست ای دل خزانه در پی است. خوش برا روز دوچون گل با روخی خندان شاد. اینجا خیلی خوب اشاره کردید در مورد بیت صدرلکی و در ادامه هم میگن که باد و ابر است این جهان فسوس بالا پیشور هر چی بالا بود که اون با مثلا با بیت بالا هم یک رابطه دارد. و اینجا ببینید یک من پیش از اون که باید توضیح بدم یک اشاره میکنم به خاطر اینکه مثلا دوم هم در بعضی از نسخه ها به شکل دیگر اومده است چون خوش برای روز دوچون گل با لبی خندان شد. لیکن من گمان میکنم که همین شکل درست است. برای چی؟ مثلا اینجا از نگاه منطق روخی خندان هم داره مادر و روخی شادم، اما وقتی که لبی خندان لبی شاد این تعبیر وجود داره. برای همین از نگاه منطق هم این شکل درست است. و ببینید اینجا یک افاده معروف است، یعنی هر بهاری را که هست ای دل خزانه در پی است خوشبار و روز دوچون گل با روخی خندان شد. یعنی حافظ هم قبلا میگه که 5 روزی که در این مرحله مهلت داری خوش بیاسای زمان که زمان این هم نیست. یعنی اینجا شیخ کمال با همون قدر تصویر زیبایی طبیعت زندگی و خوش و خرس بدنانی عمر همین نکته تکمیل که یعنی هر بهاری که این روز شکفت، این بهاری که من پیش روی شما نشان دادم، این گل‌هایی که شکفتن اینا یک روز خزان میشن. یعنی عمر آدمی هم همین گونه است که حالا در بیت مطلق می‌بینیم عمر انسان همین است. برای همین به قدر عمر برسه خوش باشه مثل همین گلی که چند روز عمر داره فرصت داره لیکن مثلا همیشه شکوفا است، همیشه خندان است. مثل خوب اینجا دو روز گفتنی کمال خودجهانی هم شاید منطق داشته باشد که روزی شکفتن روز خزان. و این تعبیر البته همین هم گپی تاجیکانه است، خواهی تاجیکانه است که یعنی دو روز عمر این 2 روز عمر واقعا خیلی 2 روز عمر میگم. خب میگذاریم به مقطع غزل و بیت آخری غزل مذکور. بر ورق دارد گلی رنگین بخوان این خط کمال. بر ورق دارد گلی رنگین بخوان این خط کمال. شاد زی چون عمر باد است ای برادر عمر باد. واقعا اینجا ببینید جنبه خیلی شاعرانه است و اینجا خود اندیشه های سخنور الکی یک نقطه تمام پیدا کردن که احساس میشد. یعنی میگه که در بر ورق دارد گلی رنگین بخوان این خط کمال، یعنی در ورق گل این خط نوشته، یعنی این نامه نوشته است، این اندرز برای تو نوشته شده است که ببینید خان یعنی اندرز چی است؟ شازی چون عمر باد است ای برادر عمر. یعنی نوشته همون حقیقت اما رمز و اسرار و سخنی که در ورق گل نوشته شده است همین است که شازی چون گل گفتیم همیشه شاد میزنه چون شازی چون عمر باد است، یعنی حسب اون که عمر باد است. و اینو ببینید اینجا کلمه عمر باد است و عمر باد در مثل دوم تجنیس شده است که و اینجا یک بیان تاجیکانه است، یعنی عمر باد است و عمر باد یک عمر میگه. یعنی البته همین شکل عمر باد بیشتر در بین مردم استفاده می‌کنن. عمر باد همین عمر باد من این کارو نکردم یا مثلا فلان آدم زندگی کرد عمر باد می‌کنه. و جنبه خلاصه سخن است که اینجا ببینید با حتی میگه ای برادر همین مراجعتی که یعنی شخصی که با مراجعت میکنه هم با هم شیوه بیان خودم است که در وقتی سخن گفتن مکالمه معاشرت همین تعبیر استفاده و مجموعاً جنبه شیخ کمال از این غزل و از این بیت اون است که این عمری که اینقدر زیبایی و اینقدر شکوه و اینقدر نصرت دارد با همه شکوهش گذرانده است و باید به قدر این لحظه رسید و شاد زندگی کرد. سلامت باشید. خب فکر میکنم که اینجا یک نکته به هر حال در جنبه است. باید گوییم که محققان کمال 2 دسته‌اند الان. زمره میخواهند که از دیوان کمال پیوسته اندیشه‌های عرفانی کشند. زمره میخواهند که از اشعار کمال معنی‌های را کشند که اونها معنی‌های دنیوی باشد و بهار و عشق و محبت و دوست داشتن حیات است. خب به هر حال به اندیشه شما خوب دیوان کمال از این 2 جاده از این 2 گیریم سمت کدام را بیشتر فرا گرفته است و ما چگونه توضیح داده باشیم، چگونه معرفت کرده باشیم؟ تشکر. البته ما میدونیم که خود شیخ کمال هم که مثلا
مرغ آبی را به دریا مثلا عاشقان را دل به وحدت میکشد، مرغ آبی را به دریا خوشتر است، یا مثلا گنج را گنجینه موا خوشتر است. مثل این غزل‌های زیادی عارفان دارند که مثلا با تعبیر عارف حقشاسون از خدا این نظر نیست، خود شیخ کمال خوجندی هم در این مقام هست و مقام معنوی شیخ کمال هم اکثر دانشوران و همسایان خود اعتراف کردن و حتی روایتی هست که یعنی در بسیار موردها اهل عرفان بیشتر جنبه مثلا مقام معنوی شیخ کمال رو از شاعری و بالا گذاشتن، حتی این امتحان هست. لیکن من میخوام یک چیز باید از در دایره شناخت و معرفتی همین شعر گذشتگان ما از اون دور نداریم. خود پیش از همه شیخ کمال، خواجه حافظ، سعدی شیرازی، همه این بزرگان ما در نوبت اول انسان بودن، این انسانی که تمام مراحل‌های زندگی طی کردن. در شعر شیخ کمال هم مثلا مطلب‌های عشقی که یعنی تبلیغ میکنه به عشق زمین، مثل میگه به عشق گلرخ غزل نه سرایت کمال بلبل که مست نیست ترنم میکنه، یا همین بعد غزلی که ما تفسیر کردیم که میگن که در بهشت با خوش باشد می چون سلسبیل خاصه از دستی بوتون گلرخ حزین نژاد. اینها مثلا یک افاده های خاص عشق زمینی هستند. دوست می‌دارم تو را، یعنی جنبه عرفانی شعری که شیخ کمال خوجندی عامل آمده است که وای فقط نه تنها مثلا عشق عرفانی بلکه شناخت خود انسان، یعنی انسان میتواند عاشق باشد، انسان میتواند دوست دارد و یعنی اون منظور از معرفت عشقی که در شعر شیخ کمال خوجندی است فقط محدود به بعضی نکته ها و جنبه ها نیست، یعنی هر جا که زیبایی هست اونجا دوست داشتن است، چون تعبیر معروف است که خداوند زیباست و زیبایی رو دوست داره. من فکر می‌کنم در شعر شیخ کمال خوجندی فراتر از این خیلی اندیشه های برجسته حتی وطن دوستانه هستن. مثلا همون وقتی شیخ کمال از نار خوجند، از لعل میوه یا از مثلا رود سیرو از اینها یاد میکنند، این یک حسی وطن دوستانه است. باشد حال اون بلبل که از گلشن جدا مثلا اینها یعنی ما اگر خواهیم که بس فراغ اندیشه های شیخ کمال از هر زاویه رویم میتونیم من گمان میکنم که این یک آینه هزار نمای شعر شیخ کمال خوجندی مثل اون که بدل میگه که یک حقیقت به هزار آینه تابیده شده است، هر کس میتونه در مجال خود معرفی کنه و از شعر شیخ کمال اون عاشقانی مثلا دل بستگان دل باختگان میتونن که شعر کمال خوجندی را به عنوان نامه برای معشوقه های خود بفرستن. اونهایی که وطن دوست می‌دارن برای اظهار وطن دوستی مثلا غزل‌های کمال استفاده کنن، اونهایی که میخوان تربیت کنن فرزند خود را از حکمت و اندرز شیخ کمال خوجندی بهره ور شوند و اونهایی که میخوان. به هر حال مهم این است که ما توانیم که مضمون ها و معنی هایی که شیخ کمال خوجندی به قلم آوردن اون درک کرده توانیم. مهم نیست که از کدام جاده، از جاده عرفانی یا از جاده زمین و زیبایی هاش احساس کرده توانیم. و فکر میکنم که برای همین هم بلبلی خوشحال خوجند میگن، بلبلی میگن که واقعا هم اشعارش بی‌نظیر است. خب من از شما برای امروز صحبت سپاسگزاری میکنم. من فکر میکنم که امروز شرحی که شما این غزلی واقعا خوبی کمال خوجندی برای بینندگان ما بیان کردید، اونها وادار میکند که کتاب کمال خوجندی برگیرند و غزل‌های کمال خوجندی خوانند و هدفی برنامه ما هم همین است. برنامه ما هم می‌خواهد که ما نه تنها از نام و از بزرگی کمال خوجندی افتخار کنیم بلکه دانیم که کمال خوجندی برای چی شاعری بزرگ است. خب از شما سپاسگزاری میکنم و با تمنای خانوادگی بینندگان عزیزی ما، با تمنای روزگاری خوششان تا برنامه دیگر تمنا میکنیم که همراهشان کتاب خواجه کمال خوجندی باشد.